نشانه های قیامت چی هست؟ از پیامبر میپرسند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ میگوید که اذا لعن آخر هذه الامه اولها، هنگامی که آخر این امت اسلامی اول این امت اسلام را لعنت میکند، این یکی از نشانه ها و قرب قیامت است. و علی آله و اصحابه اجمعین. اللهم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا علما. خداوند شکر میکنیم من و شما را به این روز رسانید که دوباره در سوال و جواب و پاسخ و موضوع امروزی که دنبال میکنیم با تن صحت و با دیدار یکدیگر رسانید و ما در برآمد آنلاینی اینترنتی با شما هستیم. امروز موضوعی که ما گرفتیم موضوعی به نهایت ضروری و موضوعی برای جوانان، برای آنانی که تاریخ هزار ساله دارند پیروی کردن از این مذهب، مذهب امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت صحبت میکنیم درباره پیدایش این مذهب، درباره خود این شخصیت، درباره اون مهنت و زحمت ها و اون ملکه اجتهاد و استنباطی که مرحوم رحمت الله علیه داشتند. فقط من میخواستم در ابتدای موضوع اشاره کنم بر این که ما درباره اون شخصیت گپ میزنیم که اون مدون فقه شریعت اسلامی هست. اون شخصیت، اون ملکه و اجتهاد و استنباطی که داشتن، اون حکمت خدادادی داشتن و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما یرید الله به خیرا، کسی را الله اراده نیکی در اون میکند اون را فقیه در دین میکند. و این نمونه این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. و این صحبت درباره نعمان ابن ثابت فارسی، نعمان ابن ثابت تاجیکی، از یکی تاجیکان من و شما صحبت می شود. برای چی ما این موضوع را اختیار کردیم؟ چون که سر و صداها جوانان ناخوانده امروز گپ‌های میزنند که نمیدانند که ما درباره آن شخصیت صحبت داریم که اون شخصیت چی مقام و مرتبه دارد. من میخواستم امروز کمتر در این موضوع وسیع‌تر صحبت داشته باشیم. شما ببینید دین به واسطه جبرائیل امین علیه السلام و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم آمده. پیامبر صلی الله علیه و سلم به واسطه شاگردانش صحابگان جلیل قدر این دین را به جهان انسانی یعنی تلقین کردن، رسانیدن. و چگونه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این مقام و مرتبه رسیدن. امروز من میخواستم اشاره کنم به سوی سلسله سند مذهب ابو حنیفه که امام اعظم رحمت الله علیه کدام شخصیت است، در کدام مسند درسی هست، در کدام مقام فقهی هست. اون را ما و شما خصوصا جوانان هم عصر ما، البته این ثبت می شود برای جوانان بعدی، یک اطلاع، یک خبر از اون امام داشته باشند و فخر داشته باشند که چگونه امام دارند و در دیدگاه دین، در نزد علمای دین این شخصیت چی مقام و مرتبه داشتند. اگر من صحبت درباره فضیلت این شخص بکنم، نعمان ابن ثابت در یک خانواده ثروتمند در کوفه در 80 هجری به دنیا آمدند. 150 هجری از دنیا گذشتند. در مسند خوارزمی رحمت الله علیه می نویسد که این اولین مدون شریعت است، یعنی اون شریعتی که دیدگاه احکام و فقهی و چون که فلسفه زندگی انسان مواجه بر فقه است، اولین انسانی که اصول فقه را نوشتند، اولین انسانی که مسائل فقهی را نوشتند. البته در زمان صحابه و تابعین کتاب و ابواب با این گونه که امام ابو حنیفه ترتیب دادن نوشته نشده بود و اونها با حافظه خود اعتماد میکردند و در حقیقت حافظه قوی داشتند. اما امام ابو حنیفه
دید که حاجت بر تدوین و تصنیف و تألیف مسائل فقهی هست، بعداً این را با شاگردان مصلحت کردند و اولین انسانی که امام طحاوی با سند ثابت میکند که امام اعظم رحمت الله علیه از میان شاگردان 40 تن را جدا کردند و مسائلی که اجتهاد و استنباط از قرآن و حدیث میکردند این 40 نفر اون را امضا میکردند، دستخط میکردند، رازگی میدادند. بعد در کتاب اصل نوشته میشد که به نام مبسوط بعداً چاپ شدگی هست این کتاب. البته امام محمد حسن شیبانی رحمت الله علیه را تصنیف کرده است. و من در اینجا اولا میخواهم که سند مذهب حنفی را ذکر کنم، بعدا در اینجا ما داخل میشویم. یک چیز را قید کنم که فقه احناف یعنی فقه مذهب حنفی تنها رأی امام اعظم رحمت الله علیه نیست. این رأی و اندیشه و رازگی فقه 40 انسان‌های معتبر هستند که اونا از فقهای تابعین، از فقهای تبع تابعین، از محدثین، از انسان‌هایی که ابن کثیر، علامه ذهبی در سیر اعلام نبلا از اینها نقل میکنند و اینها استادان بزرگترین استادان فقه مالکی و شافعی هستند که من اینها را یک بعد از دیگری ذکر میکنم. در اینجا سلسله مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد جلیل القدر که امام و فقیه و قاری و مجود و همه اسمها را داشتند در زمان صحابه، اون عبدالله ابن مسعود بودند که از فقهای صحابه است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در شأن عبدالله ابن مسعود میگوید که یعنی این اولی سلسله سند بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم که به ابو حنیفه رفته میرسد. اکثر دیدگاه مسائل فقهی ابو حنیفه از اون روایت های است که از عبدالله ابن مسعود و از علی ابن ابی طالب از اینها سرچشمه میگیرد. بابای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقتی که ثابت خورد بدن این رو پیش حضرت علی میبرن، میگن برای این و فرزندان این دعا بکن و حضرت علی برای ثابت پدر ابو حنیفه دعا میکنه و نتیجه اون دعای صحابه جلیل القدر یکی از خلفای راشدین المهدیین این در امام اعظم شکوفا میشود که ما در اون باره صحبت میکنیم. شما ببینید عبدالله ابن مسعود شخصیتی است که در صحیح البخاری پیامبر خدا میگه اقرأ القرآن من اربع، شما قرآن را از 4 کس یاد بگیرید. اول عبدالله ابن مسعود را میگه، بعد ابی بن کعب و معاذ بن جبل و سالم مولى ابو حذیفه. یعنی عبدالله ابن مسعود پیامبر خدا با روایت بخاری ثابت است از ما که میگوید قرآن را از این شخصیت یاد بگیرید. و در ترمذی روایت است که رضیت لامتی ما رضا لها ابن ام عبد، من برای امتم راضیم آنچه را که ابن ام عبد راضی است، یعنی عبدالله ابن مسعود، و بر امتم آنچه را ابن ام عبد راضی نیست من راضی نیستم. شما ببینید همین عبدالله ابن مسعود را حضرت عمر 20 هجری به طرف کوفه به طرف بغداد روان شد. برادران عزیز کمتر موضوع را ما دنبال میکنیم، بعدا در سوال جواب میپردازیم. شما ببینید عبدالله ابن مسعود را به کوفه روان میکند. عبدالله ابن مسعود مدرسه فقهی حدیثی در اونجا تشکیل میکند و اون شاگرد را به نام علقمه رحمت الله علیه تربیت میکند که در مسند درس میشیند. فقه، قرآن، حدیث، تمام تعلیماتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالله بن مسعود داشتند علقمه اونها را میآموزد. همچنان چند تن از صحابه رفته اون را امتحان هم میگیرند. سال 32 هجری وقتی عبدالله بن مسعود از دنیا میگذرد در مسند درس کوفه همین علقمه رحمت الله علیه میشیند و این با این جلیل القدر این مدرسه تعلیمات دین و حدیث و فقه را پیش میبرد. سال 63 هجری از دنیا میگذرد. شاگرد برای جهان اسلام پیشنهاد میکند با همون تعلیم و فقه و حدیث و دیدگاه صاف دینی عبدالله بن مسعود پیشنهاد میکند علقمه به نام ابراهیم نخعی که ابراهیم نخعی شاگرد بزرگی را
به نام حماد ابن ابی سلیمان که استازی دوران خردی و بزرگی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند. اون را تربیت میکنند. 95 هجری ابراهیم نخعی از دنیا میگذرد. وقتی اون میگذرد در مسند درس این مدرسه، در مسند این درس فقهی، معرفت و پیشبینی و پیشروی دین در کوفه در این مدرسه بعد 95 هجری حماد ابن ابی سلیمان می نشیند. وقتی که در مسند درس اون می نشیند سال 120 هجری از دنیا میگذرد و خودشان در حیات میگفتند که نزدیک من کسی ننشیند مگر نعمان ابن ثابت، یعنی امام اعظم، و این را تربیت کردند، همه علوم را آموختند و البته اون خودش در خانه علم، در خانه معرفت به دنیا آمد و پدرش تاجر بودن، ثروتمند بودن و در خردی قرآن را حفظ کرده بودن امام اعظم رحمت الله علیه. و اول میدونید در اینجا نمیتوانیم که همه را صحبت کنیم. امام شعبی رحمت الله علیه یک روز امام ابو حنیفه خورد است، میبیند جوان به سوی بازار میرود، چون که پدر اون در اونجا در بازار حریر و از این لباس ها سودا میکردن، تاجر بودن. اون رو میگوید تو کجا میری؟ میگه که اتختلف الناس، تو با مردم رفت و آمد میکنی؟ میگه بله من بازار دارم میروم. استاد اون میگوید که مراد از مردم من علما رو میگویم، یعنی تو نشست در مجلس های علما داری؟ میگه کم کم دارم. میگه من در تو اراک فیک یقظتا، بیداری و هوشیاری من در تو میبینم. تو حتما نشست به علما داشته باش. بعد از اونجا بسیار بازار رو ترک میکند و زیادتر در مجلس علما می نشیند. بعد حماد از دنیا گذشتن در مسند درس کوفه نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفه که کنیت ایشان هست این می نشیند و همون هزار و اکثر کتابا 720 شاگرد 730 شاگرد او را ذکر میکرد، اونها را درس میگوید و از میان اونها 40 نفر را جدا میکند که علامه زاهد کوثری مصری در مقدمه زیلعی می نویسد که مذهب ابو حنیفه رأی امام اعظم تنها نیست، رأی 40 از علما هست، 40 بزرگان و دانشمند دینی است که اینا شاگردان امام اعظم بودند و همه اینها صاحب ملکه و اجتهاد و یا مجتهد فی المذهب بودند یا مجتهد فی المسائل بودند، اینا محدث بودند، اینا استادان بزرگان مذهب مالکی و شافعی شدند. در آینده 500,000 مسائل امام ابو حنیفه اجتهاد و استنباط کردند که 38,000 اون مسائل در عبادات هست، باقی اون مسائل در معاملات است، در فقه معاملات. بنابراین برادران عزیز امروز ما از این شخصیت داریم صحبت میکنیم و مهم هم میدانیم که ما باید صاحب مذهبمون رو بشناسیم. امام اعظم رحمت الله علیه دانایی داشتند، فراست داشتند، ملکه اجتهاد و استنباط داشتند که تمام بزرگان من و شما در وصف امام اعظم بسیار سخنان کردند که ما در آینده صحبت خواهیم کرد. پس ببینید سلسله مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، این حماد ابن ابی سلیمان استاد امام اعظم که 120 هجری میگذرد و ابراهیم نخعی استاد حماد هست، علقمه رحمت الله علیه استاد ابراهیم نخعی هست و عبدالله ابن مسعود استاد علقمه هست و استاد عبدالله ابن مسعود محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست که اون مستقل از جبرائیل امین وحی را میگیرد و مردم میرساند و تلقین میکند. این سلسله مذهبی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بود. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بزرگانی که در سیرت نسبت به این شخصیت می نویسند، سخنانی که درباره این شخصیت می نویسند خیلی سخنان عجیب هست. من چند از اونها رو در اینجا برای شما می خوانم و مثلا از محدثین می خوانم. فقها ابن کثیر احد الارکان ثقات، احد ائمه المذاهب المتبوعه، یعنی ذکر میکند ابن کثیر که این یکی از علمایی که در اسلام همچون رکن که دیگرها بر او رجوع میکنند از ثقات فقها هست. مسلمان ها این گونه ائمه بزرگ داشتند و در سیر اعلام نبلا علامه ذهبی هم میگوید که
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از بزرگانی بودند که در فقه اسلامی دست دراز و یکی از بزرگان مذاهب چهارگانه مطبوعه بودند. اونها درباره‌شون ذکر میکنند. اما عیسی ابن یونس رحمت الله علیه که محدثین هست، اون میگوید که لا تتکلمین فی ابی حنیفه بسوء ولا تصدقن احدا یسیء قول فیه. شما میگه یگام صحبت در بدیه، یگام صحبت بد درباره ابو حنیفه نکنید و کسی سخن بد نسبت او میگوید اون را تصدیق نکنید. فوالله اینی ما رأیتو، قسم به الله میگن من ندیدم، افضل منه ولا اورع منه ولا افقه منه، یعنی با فضیلت‌تر، با پرهیزگارتر، فقیه‌تر از ابو حنیفه رحمت الله علیه من ندیدم. یحیی ابن سعید القطان رحمت الله علیه که در فن حدیث این را امیر المؤمنین فی الحدیث میگوید، یحیی ابن سعید القطان، اون میگوید که لا نکذب الله، ما هیچ وقت خدا را دروغ نگفتیم. ما سمعنا احسن من رأی ابی حنیفه، ما از فکر و فقه و رأی ابو حنیفه بهتر را ندیدیم. و قد اخذنا باکثر اقوالی، ما بسیار قول اون را گرفتیم. حتی یک روز امام ابو حنیفه رحمت الله به امام اعمش و میخرد و اون حدیثی را ذکر میکند، میگه ماذا تقول فی، چی میگویی در این؟ اون چند مسائل فقهی را از اون استنباط میکند از اون حدیث. اعمش رحمت الله علیه شما میدونید که این از محدثین بسیار مقام بالا و سند جالب دارد در فن حدیث. میگوید که والله انتم اطباء، ای فقها، شما دکتران طبیبان، و نحن صیادله، ما همون داروخانه چیم. یعنی کدام حدیث را در کدام مسائل کدام حکم از اون استنباط می شود شما خوبتر می دانید. شما اون را می نویسید که این در کجا استفاده شود. ما فقط صاحب همون داروخانه هستیم که جمع میکنیم حدیث ها را، صحیح و ضعیف را جدا میکنیم. اما در کجا این حدیث استفاده شود، ای ابو حنیفه این را شما بهتر و خوبتر می دانید. و شما ببینید در زمان من و شما آنچه که تماما قابل قبول نیست این هست که بسیاری از برادران ما نسبت به امام ابو حنیفه، نسبت با این انسانی که یکی از رکن شناخته می شود، یعنی به درایت و هدایت او جهان اسلام تسلیم هست، اجماع امت است، اون زبان درازی میکنن، صحبت های نسبت اون میکنن و مردم را جرأت کناندن که شما فقط پیروی از قرآن حدیث کنید و دین ما قرآن حدیث هست. اما قرآن میگوید که لعلمه یستنبطونه منه، در میان بندگان انسان‌هایی وجود دارند که خدا اونها را داده حکم شرعی را، ملکه استنباط دادگی هست، اونها میدانند. نه هر کس مجتهد است، نه هر کس فقیه هست. این جوانی که امروز او را گفتن پیروی از قرآن و حدیث بکن، اون خودش با این جرأت رسیده است که حکم شرعی رو مستقل از قرآن و حدیث بیان میکنند. آیا اون ملکه اجتهاد و استنباط دارد؟ آیا اون این کار رو میتواند؟ آیا اون میداند که یک عباره قرآنی ما ورد علیه نص دارد، دلالت و نص دارد، عبارت و نص دارد، اشارت و نص دارد؟ یعنی اون معنی المراد یقینی هست، ظنی هست، چگونه حکم فقهی از اون میبرارد؟ آیا این جرأت را کی اونها را داده است؟ یا اون سخنان ناجایی که نسبت بزرگانی گذشته میگویند، آیا این را کی برای اونها اجازه دادگی هست؟ در مذهب امام اعظم هر عالم دایره خودش را صحبت میکند، بالاتر از طبقه خودش صحبت نمیکند. ابن کمال پادشاه طبقات فقها ذکر میکند، 7 طبقه ذکر میکند. میگه مجتهدان مطلق، مجتهد مطلق که همون 4 امام، احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام اعظم، امام مالک، اینها هستند. سفیان ابن عیینه، سفیان ثوری، حسن بصری، عبدالله مبارک، یکی از اینها هم
در این بزرگان هم در اینها داخل، اینا مجتهدان مطلق بودند. حکم را از قرآن، از روشنی علت و معلول اون را میدانستند، استنباط میکردند. بعد اون طبقه دوم مجتهد فی المذهب است که مثل شاگردان امام ابو یوسف زفیر ابن حذیفه و امام محمد ابن حسن شیبانی، یعنی مجتهد فی المذهب است. مجتهد فی المسائل است که این حقوق مجتهد مطلق مجتهد فی المذهب را ندارد، مجتهد فی المسائل است. بعد است طبقه اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمیز. بعد هست طبقه اصحاب مقلدین محض که کسی مقلدین محض را پیروی میکند در نتیجه گمراه میشود. برای همون در وقتی که شما داخل مدرسه فقهی امام ابو حنیفه میشوید، عجایب چیزها را، آداب اسلامی را، آداب بندگی را، آداب عمل کردن به قرآن حدیث را یاد میگیرید که هر عالمی در مقام خودش صحبت میکند. هر عالمی اون از مجتهد مطلق بالا قب نمیزند، از مجتهد فی المذهب، مجتهد فی المسائل. اون اصحاب ترجیح است، اون سخن اصحاب تخریج را نمیزند. اون اصحاب تمیز است، سخن اصحاب ترجیح را نمیزند. این مقامات است. بنابراین من از چیز میترسم برای این جوانان که دوام اون صحبتم این را کردنی هستم که من با اون جوانانی که این جرأت و شجاعت را دارن صحبت میکنن، سخن معلم دین من و شما امام ترمذی در کتاب الفتن ذکر میکند یک حدیث دراز را. یک قطعه حدیث همین است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگوید که نشانه های قیامت چی هست؟ از پیامبر میپرسند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ میگوید که اذا لعن آخر هذه الامه اولها، هنگامی که آخر این امت اسلامی اول این امت اسلام را لعنت میکند، این یکی از نشانه ها و قرب قیامت است. برادران عزیز، سخن نسبت اون بزرگان نگویید. من در دوام صحبت هم از تمام علما، حتی از ابن تیمیه رحمت الله علیه، از دیگر علما برای شما سخن میارم، دلیل و حجت میارم که اونها چه حرمت برای این شخصیت قائل بودند. و شما ببینید این مرتبه مذهب حنفی را شاگردان آوردن به اینجا رساندن. خود امام اعظم در حیات نگفتن که مرا امام اعظم مرا پیروی کنید، تمام مسلمانان من امام باشم. اون ملکه اجتهاد و استنباط، اون تقوا و خدا ترسی، اون خدمتی که منفعت جامعه در اون دیده شد، جهان اسلام در اون دیده شد، اون را جماعت بزرگ از مسلمانان پیروی کردند. بنابراین این از نشانه های قیامت است. بعضی از جوانان ناخوانده، بعضی از جوانان بی آداب اولی بزرگان این امت سخنان ناجا میگویند و این از نشانه های قیامت است.